سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. امروز روزی 24 ماه ما دختر هستیم که دکور امریکا کردن. ماهینار اینجا مریم استیتس بگه های افتیسیم برم. سلامی خود را به همه میرسانم. امیدوار هستم همه شما سازین سلامت هستین. من میخوام امروز کم ترکم باشه درباره گل ها معلوماتیم. من در کمپانی فابیلی کار میکنم. اینها باشن گل ها از کمپانی فابیلی. گل ها مثلا از گلی لاله تیار کرده شدن، بهت بوی نقص دارن. مثلا پوستی انسان هم بهت نقص میکند، بویش هم نقص. از گل های بهاری تیار کرده شده است. این بوی نکهتی گلی بهار میکند. شخصانی که میخوان از این نمود محصولات ها گرفته استفاده برن و نمروی که در روی اکران میبینید نویسین. با بس شما مثلا دسترس که به تمامی شهرها، یعنی که به تمامی جاها داریم، با نرخ دسترس که شما در روان میکنیم در مدتی خیلی کوتاه. اگر خواهش داشته باشین نویسین. باقی همه شما سربلند و خانه آباد باشید. با در جپان ماجرا ندیدیم، حالا تصویم وقتی میبینیم. دو جنگل ها و سرش دستیان ما پر آمده مرا خودست. ببینید چه خوشبخت گلای درخته چیه نمیدونم نک. اینجا برگشتن ایبالنیسه های ما ایبالنیسه گشته اومدیم راه کم کم سیونکا کدم سپیربانک در اومدیم دوچه کارتم محکم شده که بد باید وستنوید کردم و جا اومدیم خروتاو کردیم
خوردیم. کودک در больница در قید موندن نتونستیم. گفتن که روز دوشنبه اومدن در کار، روزی کاریده، روز уже تمام شد روزی کارشون. просто یک دیدن کودک دختره و مریم تمام خیلی گفتن که دستاش الرژی برآمده. گفت بعد اومدیم خونه جدا قرطاو کردیم برای خودمون، برای بگاه خوردیم. امی ساعت 14 خوردیم و برای بگاه باشه نی چی کردم کمتر دل جگر بدک باش بریم کردم با پیاز و بلگاری و هم چیزا. کودکا بیرون رفته کنم، من در خونه خودم طاقه میام کودک تیار کردیم برای بگاه گفتیم بخوریم. چقدر با مزه اومده که شما رو خیلی تیار کنین. امی دل جگر میخرین، اول کمتر کتافش دیان سرخ کنینش، بعد پیاز بلگاری، پیاز بسیارتر بدوزین، قطعی بلگاری به حد خوشتر میشه. تاف میتین بسیار تاف دیان، بعد کمتر آش بریزین، کمتر آش بریزین چیش با مزه میشه.